سرخط خبرها: مرگ باز یک مهاجر تاجیک در جنگ ضد اوکراین. حکم گمانبران در مرگ طفل 2 ساله‌ای که در یک کودکستان پایتخت درگذشت اعلان شد. و نجات بخشان در ناحیه عینی جسد یک راننده دولان را از آب بیرون آوردند. سلام از دوشنبه بارانی. برنامه نوید بامدادی را با آخرین خبرهای امروز 5 دکبر پیشنهادی شما میکنیم. علیشیر سعیدов ساکن 43 ساله شهر وحدت تاجیکستان به قبل پیوندانش در جنگ ضد اوکراین کشته شده است. برادرش رستم سعیدов روز 4 دکبر گفت خبر مرگ علیشیر را در آخر ماه نوامبر از یک قسم نظامی در رستاف لبی دان گرفتند. با گفته وی حجت اقامت برادرش پورا نبوده است و احتمال سبب به جنگ برده شدنش هم همین باشد. وی شهروندی روسیه را نداشته است. مقامات چنین موردها را شرح نمیدهند. به نقل رستم سعیدов برادرش 4 فرزند دارد و همگی 4 ماه پیش برای کار به رستاف لبی دان روسیه رفته بود. از این پیش روز 23 نوامبر جسد 2 زاده دیگری تاجیکستان را که در جنگ اوکراین کشته شدند به دوشنبه آوردند. شمار دقیق تاجیکستانیانی که از طرف روسیه در جنگ اوکراین شرکت میکنند معلوم نیست، ولی طرح دولتی زیستن میخواهم در اوکراین ماه سپتامبر رویخط 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ کشته شدند. دادگاه ناحیه سینای پایتخت در پیوند به مرگ سودیس 2 ساله که در یک کودکستان خصوصی دوشنبه جان داد 2 کارمند این مؤسسه را به 5 و 6 سال زندان محکوم کرده است. خبرگزاری از یپلوس با تکیه به یک منبع آگاه از مرافعه گزارش داد که رخشانه اسمت‌الله و مدیر کودکستان خصوصی سوال و جواب یا پچیموچکا 6 سال و باقیگل رحیم و مربی کودک 5 سال به زندان محکوم شدند. اما حالا آنها در بازداشت نیستند و به نوشته منبع با نظر داشته اینکه عیبدار شونده ها کودکان نابالغ دارند، دادگاه اجرای حکم را تا 8 ساله شدن فرزندان آنها به تأخیر گذاشته است. مقامات در این باره رسما اطلاع ندادند. سودیس 2 ساله روز 19 می در کودکستان سوال و جواب به هلاکت رسید. نوار جان کندن کودک که در پنجره رخت خواب آویزان شده بند مانده بود در شبکه‌های اجتماعی واکنش زیادی به میان آورد. دادستانی گفته بود در رابطه با این حادثه نسبت به 5 نفر از جمله 2 کارمند بخش اجازتنامه‌دهی وزارت معارف پرونده جنایتی باز کرده است. آنها به اجرا نکردن عهده‌داری و خنک نظری در کارشان متهم می‌شدند. نظر والدان کودک فوتیده به حکم دادگاه معلوم نیست. نجات بخشان در ناحیه عینی جسد یک راننده ماشین دولان را از دریا بیرون آوردند. وی در پی یک صدمه در 117 کیلومتری راه دوشنبه خوجند با ماشین باربر به دریا سرازیر شده است. بنا به اطلاع بخش کمیته حالتهای فوق‌العاده در ظرفشان، حادثه روز 4 دکبر هنگام حرکت از دوشنبه به سمت عینی رخ داده است. راننده ملا مراد تاجیکبویف از عهده اداره نقلیات نبرآمده به چقوری 100 متر سرازیر شده است. آمده است در خبرنامه کمیته. مسئولین این نهاد از راننده ها خواستند احتیاطکار باشند. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی نواری صدمه چرخ میزند که به گفته مؤلفانش شب 4 دکبر در مرکز پایتخت رخ داده. در پی آن 7 ماشین به هم برخوردند. جزئیات بیشتر این صدمه معلوم نیست. مقامات در این مسئله هنوز خبری نشر نکردند. بنا به آمار رسمی در نیم ساله اول 2025 ورود سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان بیش از 3 میلیون و 300 هزار دلار را در بر گرفته است. در کشور طرح‌های زیادی با مبلغ‌گذاری سازمان و نهادهای بین المللی عملی می‌شوند، اما به گفته کارشناسان اکثرا در گزارش‌های رسمی ضمن معرفی این طرح‌ها از سرمایه‌گذاران خارجی یاد نمی‌شود. گزارش را در این باره همکارم مومین احمدی تقدیم می‌کند. رئیس جمهور تاجیکستان ماه ایون امسال به کار نیروگاه برقی آبی سبزار در ولایت بدخشان آغاز بخشید. این نیروگاه را با سرمایه‌گذاری مشترک آلمان و اتحاد اروپا ساختند. دفتر مطبوعات پرزیدنت امامعلی رحمان درباره سرمایه‌گذاران حرف نگفت و تنها با عباره جلب سرمایه خارجی اکتفا کرد. و مثل این هر سال ده‌ها طرح و برنامه با سرمایه‌گذاری خارجی در تاجیکستان اجرا می‌شوند. مقامات اکثر وقت از آنها تنها شریکان رشد نام میبرند، اما با مردم نمیگویند که شریکان رشد کیستند و سهمشان چیست. کارشناسان به جنبه‌های گوناگون این برخورد اشاره با فکر من سبب اساسی چنین برخورد این
имиҷи сиёсии имрӯзаи тоҷикистон аст. давлат мехоҳад ҷомеа ва мардумро бовар кунонад ки хеле худкифо аст ва аз солҳои 90 хело фарқ мекунад ва нишон додани ҳаҷми кӯмакҳо шояд ки ба фикри ҳукумат бар манфиати ин имиҷсозӣ ва дар умум кори ҳукумат набошад. мо ин чизро на фақат дар нагуфтани номи донорҳо мебинем, ҳатто масалан пулҳое ки муҳоҷирин ҳамасола ба тоҷикистон интиқол медиҳанд, зиёда аз 4-5 сол шудааст ки ҳукумат ҳатто дар ин масъала низ гузориш намедиҳад. در بعضی از وبسایت‌های رسمی تاجیکستان رویخط شریکان رشد از آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن تا نمایندگی اتحاد اروپا و بانک جهانی و بانک آسیایی رشد را فرا می‌گیرد. در تاجیکستان کم نیستند طرح‌هایی که در عرصه‌های گوناگون با سرمایه‌گذاری آنها به استفاده داده می‌شوند، ولی جانب تاجیکستان نه همیشه از آنها یاد می‌کند و اساساً امتیاز را به نام خودش می‌نویسد. نوریدین قرچیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفت جلب سرمایه خارجی یک نوع تلاش حکومت است، اما ذکر نکردن سرمایه‌گذاران در خبرنامه و رسانه‌های دولتی هدفمندانه است. من فکر میکنم که کی بودن شریکان رشد را نه همه درک میکنن و این یک چشم‌بندی برای عوام است. آنهایی که از مناسبت‌های بین‌المللی و از مناسبت‌های اقتصادی و تجارتی آگاه هستند می‌دانند که این سازمان‌های منظور اینها سازمان‌های بین‌المللی، بانک و دیگر تشکیلات‌های هستند که با جمهوری تاجیکستان توسط قرض‌ها، توسط گرانت‌ها، توسط کمک بشردوستانه مساعدت میکنند که لایحه‌ها عملی شوند. اصلا این یک چیز معمولی است. یعنی جلب کردن مبلغ‌های خارجی یک چیز معمولی است. فقط آنهایی که نامبر کردن سازمان‌های مددرسان را صرف نظر میکنند، گمان میکنند که تمام موفقیت‌ها از فعالیت حکومت وابستگی دارد. الهامجان یعقوبوف عضو پیمان ملی تاجیکستان که فعالیتش در حدود تاجیکستان ممنوع است میگوید حکومت این کار را برای بالا رفتن اعتبار داخلیش انجام میدهد. این یک استراتژی اداره کنی افکار عموم در کشورهای غیر مردمی و دیکتاتوری محسوب می‌یابد. اگر سهم سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای خارجی پوره و رسما ذکر شود، وابستگی اقتصاد، وابستگی نیازمندی اقتصادی آشکار می شود که اکثر کشورها به مثل تاجیکستان نمی خواهد این وابستگی به جامعه آشکار شود. صرف نظر کردن از ذکر نام نهاد و سازمان‌های یاری رسان و ناچیز نشان دادن سهم آنها در حالی است که تاجیکستان استراتژی جلب سرمایه را تا سال 2040 پذیرفته است و می‌خواهد حجم آن را از 5.5 میلیارد دلار حاضره تا نزدیک به 13 میلیارد برساند. امروز در دوشنبه و بسیاری از ناحیه‌ها بعد از انتظاری‌های زیاد باران بارید. هواسنجان از بارشات برف در منطقه‌های کوهی خبر می‌دهند. کمبارانی و خشکی ساکنان مخصوصاً دهقانان را در کشور نگران کرده بود. هفته گذشته در نماز جمعه در مسجدهای کشور با طلب باریدن باران دعا کردند. خشکسالی که آن را پیامد تغییر اقلیم می‌دانند در تاجیکستان هم دشواری‌های زیادی را بر سر مردم آورده است.
در این قسمت برنامه بخش یک روز در تاریخ را می‌بینیم که مهمترین تحولات تاریخی در روز 5 دکبر را فرا می‌گیرد. با قرار کمیته مرکزی حزب کمونیست روز 5 دکبر سال 1929 جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان به حیث واحد جداگانه به سازشنامه تأسیس اتحاد شوروی همراه کرده شد. تا آن زمان از سال 1924 تاجیکستان در هیئت ازبکستان شوروی یک جمهوری مختار بود. مقام جداگانه جمهوری شوروی سوسیالیستی که با تلاش‌های پیگیرانه رهبران وقت تاجیکستان نصرت الله مقسوم، شیرین شاه تیمور، چنار اماموف و دیگران به دست آمد، برای رشد این جمهوری به حیث مأموریت علیحده در پهنای شوروی امکان داد. 5 دکبر سال 2017 خیرالله میرسیدوف، روزنامه‌نگار و مؤسس دسته حاضر جوابان تاجیکستان در آزمون کوین کشورهای همسود بازداشت شد و سال بعدش با عیبنامه غصب و اسرافکاری مبلغ‌های دولتی و دیگر اتهام به 12 سال زندان محکوم گردید. بازداشت او بعد آن صورت گرفت که در شبکه‌های اجتماعی رئیس سابق اداره جوانان ولایت سوخت را به طلب پاره گناهکار کرد. تحت فشار سازمان‌های بین‌المللی حامی آزادی بیان، میرسیدوف اوگوست سال 2018 شرطاً آزاد شد و تاجیکستان را ترک کرد. از 5 دکبر سال 2013 با رضایت سازمان ملل متحد روز جهانی خاک برگزار می شود که هدفش حفظ و نگهداری زمین و ترکیب آن می باشد. دانشمندان از استفاده به تنفس زمین و خاک در کشاورزی و صنعت و هم آزمایش‌های کیمیایی اظهار نگرانی می کنند و می گویند نادیده گرفتن ترکیب مینرال‌های آن می تواند باعث بی‌حاصل و نابود شوی ترکیب‌های فایده‌ناک زمین برای ادامه زندگی نباتات و حیوانات و انسان شود. شبانه روز اخیر در برخی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش $100 آمریکایی به 910-914 سومانی رسیده است. 1000 روبل روسی امروز به 119-120 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان کمی فرق می‌کند و برای امروز 5 دکبر چنین تعیین شده است. رسیدیم به پایان برنامه. تشکر برای همراهی بیننده عزیز. برایتان استراحتی خوب و خوش می‌خواهیم. خبرهای دیگر را می‌توانید در دوام روز و روزهای تعطیل از سامانه آزادی پیگیری کنید. خیر تا ملاقات‌های دیگر.